الشيطان الرجيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين صدق الله العظیم. بعد از حمد خدا و ثنای بی پایان بر روح روان پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کنیم که خداوند جل شأنه با اوی حاجه رحمت مغفرت کرده باشد، فردوس اعلا را نصیبش کرده باشد. و می خواهم اطراف یک مسئله مهم صحبت کنم که امروز ما و شما متاسفانه، بعضی از ما و شما متاسفانه گرفتار همون شده ایم و اون مسئله اختیار کردن یک رفیقی که انسان به دوزخ میبرد. باور کنه بندگان خداوند، بعض رفیق جوره هست که به الله قسم از خانه به خانه میکنه و از دین به دینت میکنه و از پول و مال به پول و مالت میکنه و از خدا و پیغمبرم دورت میکنه. خدا در قرآن مجید در سوره صافات از آیت 51 تا آیت 61 در همین مسئله صحبت میکنه. خوب گوش بیاندازید که این مسئله حیات و زندگانی ما و شما هست. خداوند حیات جنتی ها را در روز قیامت نقل میکنه، میفرماید فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون. وقتا که جنتی ها با همراهی دیگر جنتی ها میخه بارای کرسله ها شیشتگی و صحبت میکردند، یک دریا یک توش زد که در دنیا من یک رفیق داشتم. اکو ببینید که چی تری رفیق است. میگه یک رفیق داشتم. آیا همو رفیق من شما در همین جنت دیده یکان بار یا نه؟ من همو قیامی جنت کافتم، همو رفیق من نیافتم. شما همین جا دیدهش ندیدهش کجا شده باشه؟ قال قائل منهم اینی کان لی قرین. یکی از او جنتی ها گفت که من یک رفیق در دنیا داشتم، حالا آن در این جنت، در این نعمت الهی، در این خور و جوشی جنت او را ندیده است، هم در کجا باشه؟ یقول ائنک لمن المصدقین. همین جنتی نقل میکنه به این جنتی ها را که در دنیا که قطعش رفیق بودم، میگفت که نخواد همین روز قیامت آسونه را باور کنید. قال اساطیر الاولین. اینها یه افسانه های پیش هستن، همیشه بابیا و همیتری نقل میکنه. چی ضرور داره همیها را باور کنید؟ چی ضرور داری سرت مکتی دمکی؟ چی ضرور داری تارک مینی؟ چی ضرور داری در این آفتاب گرم روزه میگیریم؟ میگه همین دایی من همین امر معروف میکن. لکسی هم میخون. اذا متنا و كنا ترابا و عظاما ائنا لمدینون. خدا میگوید که همین انسانی رفیق چی میگفت؟ میگفت یک بار تا عقل تا در سرت بداز که همین ما استخوان شیم در همین قبرها، سخونامون شاید که نمانه. آیا همین خدا حساب و کتابو میکنه؟ همین آدمی سازه بدایده نماز میخونده میگشته. امروز هم والله جوان و یاش و پیر همین خیر رفیق داره. به خدا روزی پول دارید رفیقت هست. روزی که خدا پول و مال و آبرو داد رفیقت هست،
روزی که پول تا گرفتم آمین الله اکبر دیگه نمیشتم، خلاص فراموشید، برای دیگه از تو فایده نیست. برای همین خداوند میگه این خیر رفیق‌ها را تو حتما احتیاطکار باش. رفیقی که بر ضررت میگه احتیاطکار باش. رفیقی که تو در پیشش گناه میکنی و تو را هیچ نمیگه خط میکنه، برای پول و مالت احتیاطکار باش. شاعر عجیب میگه که دوست گوید تبروار، دشمن گوید شکروار. هیچگاه که اگر تو گناه کردی و دیدی که اگر رفیق دوست تو را معنی نکرد، نگو که بچه گناه نکه که دوزخی میشه، بچه گناه نکه که تو خدا را ناراضی میکنی، بچه گناه نکه که آخی شرمنده میشه در این دنیا، بدان که او دوستی تو نیست. زیرا که دوستی حقیقی تو را از کاری گناه والله که باز میداره، دیرش به تو میسوزه، نمیپارش که تو دوزخ برای. نیک وقتا که دشمنت باشه تو را معنی نمیکنه این کار. با برعکس هیت میده که ای بگرد و خیلی دنیا این پل باقی مونده $30 او دوستی تو نیست. این را یقین بدون. خداوند میگه قال هل انتم مطلعون، کو بیایا با برای کو دوزخ بینیم، در همین دوزخ شاید که در دوزخ باشه، برای ما در بهش نیافتیم. قال تالله ان فاطلع فرآه فی سواء الجحیم. خدا میگه که وقتی که ایثار دوزخ نگه کردم، خیلی اینا در ظلامشنی رئیس در او زل دیگری گرده در اینجا تلویزیون موندگی میبینی او زله هم میخیلی جنت هم دوزخ یکایک هم خیلی نگه میکنی که دوزخی ها خیلی سوخته ایسا هم میتونی که کو نگه کنی که همون رفیق دنیا دگی جای جنت یا دگی جای دوزخ هم. میگه آقا نگه کردن فرآه فی سواء الجحیم، نگه کردی در همین بین دوزخ غرب سوخته ایسا. مفسرین چی میگه؟ والله که ابن کثیر مطالعه کردم و قرطبی رحمت الله علیه تفسیرش میگه وقتی که نگه کرد همین جورش همین کاسه خونه سرش مغزاش جوشیده ایسا. فکر کنه آسون نیست. یک بار بگن که یک لخچه را همین خیلی بقف، والله که نه ایشان و نه مولا و نه عامی و نه بای و نه کمبغل، نه با وظیفه و نه به وظیفه و هیچ کس یک لخچه را قفیده نمیکنه، طاقت نداره که تا خلاص شدن لخچه بقفه. میگه نگهش کردن در بین دوزخ مغز سرش جوشیده ایسا. چی گفت؟ تالله این کت لتردین، قسم به الله که قریب مونده بود که میتونه گمراه میکردی در دنیا، قریب مونده بودی همون امر معروف هم که میکردی که این نماز بیکاره، این روزه بیکاره، این سخن خدا و پیغمبر بیکاره، قریب گفت همه گفت الحمدلله که گفت نگفت، مگه جای نرنگی جای تو نیست. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر فضل کرم خدا نمی بود حالی منم قطیت مغز سر می جوشید، لیکن خدا من نجات داد، توفیقم داد که عمل کردم، الحمدلله که قطیت نیستم درم. ببینید رفیق میتونه که یک رفیق شد دوزخی کنه. افا بما نحن بمیتین، میگه همون دوزخی را نگه داره که سوخته است. گفت ای دوزخی دیم دافع ما نمیبریم، انسان یک بار میبره. یک بار حضرت ابوبکر رضی الله عنه وقتا که پیغمبر گرامی از دنیا گذشت، حضرت ابوبکر نبوده وقتی وفاتش، آمده روش لیچ کرد، از پیشانی پیغمبر بوسه کرد و گفت والله ای رسول خدا یک بار تو مرده نمیکشی، دیم دافع نمیویه اومد. لیکن مسلمانم هیچ انسان دو بار نمیبره، یک بار. روز قیامت که زنده شدی و جنت رفتی دیگه نمیبری، همه نعمت جنت خدا در پیشت میمانه. اگر دوزخی رم شدی نمیبری، همه عذاب دوزخ هم خدا برای تو میمانه. برای همین خدا در قرآن میگه که
وقتا که دوزخی‌ها را تنش و سوخت و پوست و خلاصی در استخوان که آتش رسید، خدا امر میکنه که جانشان از تن بیرون نشد، دوباره با پوست و تنش و گوشتاشو ایسر بدمه. برای چی؟ برای که عذاب در پوست است، در استخوان نیست. عذاب در پوست است، در استخوان نیست. خدا دوباره میگه همین پوست را بدم و با میسوزه، با میدمونش، با میسوزه، با میدمونش، با میسوزه. هیچ وقت این عذاب ایو کنده نمیشه. الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین. یک بار ما مردیم همو در دنیا، همو مردن ما خلاص دیگه نمیمریم. این هذا لهو الفوز العظیم. همین جنتی گو که والله که ای در روزی کامیابی دیگه برای من نیست. همین آیت اخیرونه اهمیت به تیه بحث ما بحث میکنم. یک آیت خدا در آخرون چی گفت؟ والله که همین آیت اگر کسی اگر عقل کنه و بفهمه، والله در این دنیا و در اون دنیا سربلند است. این می آیت خدا چی میگه؟ لمثل هذا فلیعمل العاملون. همین آیت ترجمه شو میگم با میگه وقتی این منظره را که خدا نقل کرد برای من و برای خودت و برای همه امت پیغمبر یک صحبت کرد، یک گپ گفت لمثل هذا اليوم. لمثل هذا یوم نداره، لمثل هذا برای امی روز تو، یعنی برای امی روزی که جنت و دوزخ های، برای امی روزی که میبرن در گور میمونن رو ترس مینن فرزندات و پول و مالت میگردن میاید. فلیعمل العاملون. انسانی که عقل داشته باشه اگه عمل کنه، انسان عقل داشته باشه اگه عمل کنه که او روز دیگه والله یکان چیز فایده نمیگه. نه پولت، نه مالت، نه زوریت، نه وظیفت، نه دنیات، هیچی. لمثل هذا برای امی روز فلیعمل العاملون. عمل کنه. پیغمبر میگه در گور یک صحابه را خیلی لحک محکم کرده، اشک از چشمانش میره، گفت یا اخوانی ای برادرای من، لمثل هذا اليوم فلیعمل العاملون، لمثل هذا فاعدوا. برای امی روز خود و تیار کنید. برای هیچ که دیگه نگه نمی، هیچ که پروان نداره که تو در اونجا چکو میگه. والله پروان نداره. یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، یه ماه فراموش که این بود رفت بدن. همه انسان همونطوره. خدا این رحمت عیدی میگیره فراموش میکنی. نکی وای به حال خودت، وای به حال خودت. برای انمو روز انسان مسلمان باید تیاری شبینه دعا کنیم که الله جل شأنه تیاری دیدن همون روز نصیب همه ما مسلمان کنه. خداوند او دوزخی که دوزخی ها را میدازه که مغزی سرش میشه، یا الله با همراهی کافرها و منافقا خدا ما را یک جایه نکنه. یا الله پدر و مادر ما را همه یار رحمت و مغفرت کنه. بهترین جنت که فردوس اعلی است خداوند برای همه این نشستگان نصیب کن یا رب العالمین.